در ایران باستان جادو و جادوگری بین مردم رواج زیادی داشت و باور به دعا و طلسم نه تنها بین مردم عادی بلکه توی دربار پادشاهان و بین روحانیون هم خیلی رایج بود. به عنوان مثال در زمان هخامنشیان مغان یا همون روحانیون نقش اساسی رو توی تصمیم‌گیری‌های مذهبی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی داشتن. توی مراسم‌هایی که برای پیشگویی آینده بود، مغان حضور داشتن و به شکلی نقش رابط رو با جادو و جادوگری ایفا می‌کردن بین پادشاهان و ایزدان یا خدایان. در ایران باستان و در زمان قبل از اوستا، مفهوم جادو و طلسم خیلی به تدریج در میان مردم عادی شکل گرفت. اینجوری نبود که یک نفر بیاد یک کار عجیب انجام بده و بگه خب این اسمش جادوه یا طلسم. قبل از ظهور زرتشت وقتی یک سری پدیده‌های غیر منتظره رخ میداد یا یک سری اتفاقات طبیعی مثل خشکسالی به وجود می اومد، جنگ میشد، بیماری‌های عجیب و غریبی بین مردم رایج میشد و مردم میدیدن که با گفتن یک سری کلمات یا انجام دادن یک سری کارهای خاص اتفاقات خوبی میفته یا اتفاقات بدی داره رخ میده، به این رفتارها شکل عرفانگونه دادن. مثلا خاک ریختن روی زمین برای اینکه بارون بیاد یا خوندن یه سری کلمات مخصوص برای اینکه یک کودک شفا پیدا کنه. جادو و طلسم بین مردم رسمی نشده بود و اسم مشخصی نداشت، فقط به عنوان یک رفتار عجیب و غریب و جادویی بین مردم سینه به سینه و نسل به نسل منتقل میشد. با ظهور زرتشت و نوشتن اوستا، این باورایی که بین مردم بودن شکل سازمان یافته‌ای پیدا کردن. توی اوستا اهورامزدا به عنوان نیروی خیر شناخته میشه و اهریمن به عنوان نیروی شر. جادو و طلسم به عنوان ابزارهای نیروی شر استفاده میشن و اینجوری شد که استفاده مردم از یه سری دعاها و کلمات خاص شروع شد تا از نیروهای شر در امان بمونن و به صورت کلی به همه این کارها و رفتارها برچسب جادوگری خورد. جادو و طلسم یک عمل یا یک تجربه بین مردم بودن، ولی با ظهور اوستا و متون مذهبی اینا اسم پیدا کردن و مفهومی تر شدن به این هدف که مشخص بشه چی خیره و چی شر. به طور کلی جادو و طلسم توی اوستا چیز خوبی نیستن و ابزارهای نیروی شرن، ولی وقتی یک فردی یا یک نیروی اهریمنی بر علیه شخص دیگه یا بر علیه یک کودک از این نیروها استفاده کنه و اصطلاحاً جادوی سیاه رو استفاده کنه، جادوی سفید یا همون دعاها و کلمات خیر میتونن این انرژی های بد رو خنثی کنن. یکی از نمونه های جادوی سفید یا طلسمی که بر علیه نیروی بد و شر استفاده میشه طلسم چشم زخمه. مردم ایران معتقدن که وقتی یک نفر یک نگاه بد پر از حسادت و حسرت به شخصی یا به کودکی داشته باشه، میتونه برای اون بدبیاری یا بدشانسی بیاره و از طرفی باعث مریضیش بشه. پس واسه همین میان یه دستبند قرمز، یک نخ قرمز یا یک گردنبند چشم زخم رو دور گردن فرد میندازن و یه وردی مثل چشم بد دور باشه، بلا به دور باشه میخونن و یا نمک دور سر فرد میچرخونن، اون نمک رو توی آتیش میریزن یا روی زبون فرد میذارن و معتقدن که این یک نوع طلسم بر علیه شر هستش و باعث میشن انرژی منفی از اون فرد دور بشه. با ورود اسلام به ایران مردم دست از سنت‌های قدیمیشون بر نداشتن و از طرفی هم فقط به باورهای اسلامی بسنده نکردن و دعا و طلسم‌ها رو با قرآن و اسامی متبرکه ترکیب می‌کردن. روی کاغذ، فلز و پارچه آیه‌های قرآن، اسامی متبرکه رو به صورت طلسم می‌نوشتن و با خودشون می‌بردن تا از بلا و بیماری و چشم زخم به شکلی دور بمونن. بعد از اسلام مردم ایران فال، استخاره و تعبیر خواب رو هم به عنوان یک سری طلسم‌های ذهنی وارد زندگی روزمره‌شون کرد. استخاره از ریشه خیر طلبیدن میاد. مردم وقتی استخاره میگرفتن حس میکردن که قدرت تصمیم گیریشون با راهنمایی‌های الهی بیشتر میشه به شکلی. وقتی یک فردی سر یه تصمیم گیری گیجه و نمیدونه چه راهی رو انتخاب کنه، نیت میکنه، استخاره میکنه و این استخاره کردن یه جورایی بهش حس راهنمایی الهی میده. یعنی نیروهای خیر و الهی بهش کمک میکنن که بهترین تصمیم گیری رو داشته باشه. البته که استخاره فقط از روی قرآن انجام نمیشده. مثلا در زمان قاجار و حتی در زمان صفویه یه سری کتابچه‌های وجود داشته برای استخاره کردن و مردم حتی با اشیا هم استخاره میگرفتن، مثلا شمع، نخ، سنگ. تعداد دونه برمی داشتن میختن روی کاغذ و بر اساس شکل قرارگیری اون دونه ها استخارهشون رو تعبیر میکردن و نیتشون جواب داده میشد.
فال حافظ گرفتن بعد از دوران صفویه به عنوان یک سنت فرهنگی بین مردم ایران خیلی رایج شد و مردم توی مناسبت‌های خیلی مهم و تصمیم‌گیری‌های خاص، مثلا نوروز، مثلا شب یلدا یا ازدواج، فال حافظ می‌گرفتن و مردم معتقد بودن که اشعار حافظ خیلی به زندگی نزدیکن و میتونن یک جورای راهنمای معنوی باشن برای آدم‌ها. اشعار حافظ به شکل شگفت‌انگیزی با زندگی روزمره تطبیق پیدا می‌کنن. یعنی یک شعر میتونه چندین تا سوال رو جواب بده، به شکلی که شاهان و بزرگان ایرانی برای تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و مالیشون هم به دیوان حافظ تفعال میزنن. حتی برای بستن یک سری قراردادها و پیمان‌های بزرگ بین کشورهای مختلف یا یک سری تصمیم‌های مهم سیاسی و شروع یک سری جنگ‌ها، فال حافظ بوده که به خیلی از سران کمک می‌کرده. تفعال زدن به دیوان حافظ هم شکل‌های مختلفی داره و هر کسی به یک شکلی انگاری اون رو انجام میده. بعضیا میان چشاشون رو میبندن و نیت میکنن و دیوان حافظ رو باز میکنن، حالا غزل راست یا چپ رو از قبل انتخاب کردن و اون جواب تفعالشونه. یا بعضیا قبل از اینکه دیوان حافظ رو باز کنن عدد یک غزل یا عدد یک بیت رو از قبل توی ذهنشون میارن و همون بیت یا همون غزل جواب نیتشونه. و حتی یه سری شیوه های به خصوصی وجود داره برای گرفتن فال حافظ که با اسکناس یا مثلا یک فرد با حلقه یک نخل و یا تسبیح تفعال میزنه و یک بیت خاصی رو جواب تفعال خودش میدونه. امروز دعاها و طلسم‌ها خیلی متنوع شدن و بعضی از اونها هم خیلی منفی ان متاسفانه. مثلا طلسمایی که برای بستن بخت کسیه یا برای کنترل کردن و آزار رسوندن به شخصی هستش، در حالی که در گذشته اکثر طلسم‌ها برای برکت و محافظت بوده. از دعاها و وردا و یه سری وسایل خاصی استفاده میکنن تا مثلا دل کسی رو به دست بیارن یا برای کسی آرزوهای بد کنن. و خب نه تنها این کارها اخلاقی نیست، بلکه از لحاظ روانشناسی هم میتونه تاثیرات منفی عمیقی روی روان افراد بذاره. من مهلام و اینجام که ایرانمون رو زنده نگه داریم، تاریخمون، فرهنگمون و آداب و رسوممون رو هر چه سالمتر به نسل‌های بعد انتقال بدیم. ممنون میشم اگر دوست داشتین کانالم رو سابسکرایب کنید و برام لایک کنید و کامنت بذارید. مرسی.